همدیوران عزیز، سلام علیکم. ما حاضر اشتراک داریم در آزمون انور بهترین و همصحبت من معلم پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان محترم سیدعلی مامورویچ هستند. درباره امروز آزمون و عموما درباره انور در 5 دقیقه یک سخن می‌کردید. گفتن ضرور است که امروز دوم روز است که آزمون انور گذاشته شده است. دیروز در سطح جمهوری گذاشته بود، امروز در سطح گروه انگور آباد گذاشته شده است که در اینجا همه متخصصانی که اون نفری که برای انور شاو قواس دارن زیاد با این فرم مشغول هستن جلب کردن. ضرورت اون در چی است؟ برای اون که گذراندن چنین آزمون ها به خاطر آن است که برای باز هوسمند نمودن مردم برای پرورش انار. دوم آموزش بین همدیگر، نتیجه های تجربی یکدیگر را از یکدیگر آموختن. برای چی این حاصل خوب گرفتیم، برای چه حاصل بصفت گرفتیم، چی کارو کردن که باز خوبتر حاصل گیریم، چطور آن را نگاه داشتن در کار، چطور آن را مقابل حشرات کسیله مبارزه بردن در کار. همین آنها در اینجا یک صحبت برای صحبت مشورتی گذاشته شده است. گفتن ضرور است که هر یک نوعی که در اینجا پیشنهاد شده است، هر یک نوع پیشنهاد شده است، این وابستگی داره به خاک اقلیم همون ناحیه. همون یک نوع اگر در هر جا شنودیم مزه و لذتش هر خیلی میشود، چون که باید وابستگی داره از مقدار عمومی حرارت مثبتی که در کار است. برای پخته‌رسیدن انار از 2800 3000 درجه حرارت مثبت تا 5000 در کار، 4.5 5000 درجه در کار که باید پخته رسید. برای همین انارهای قسم جنوبی تاجیکستان بسیار شیرین میشن، اعصاب حرارت زیاد داشتن. حرارت تاجیکستان مرکزی میشن شیرین و ترش میشن، قسم شمالی هم شیرین و هم ترش میشد یا که ترش تر میشد. این وابستگی دارد به حرارت مثبت همون طبیعت. امروز در اینجا معلوم گردید که نوع‌هایی که برای آوردن همه پارامترها رو در اینجا همین طلبات رو سنجیده برای هم اندازه آنها، هم رنگ و نمود ظاهری آنها، لذت آنها، خوشمزگی یا طعمی آنها، شیره‌داری آنها، خنکی آنها، وزن آنها آموخته شد که همه پارامترهای درکاری برای باز. از این خلاصه بردن ممکن است که در تاجیکستان امکانیتی در آینده باز رشد دادن این ساحه هست و برای صادرات کردن هم امکانات است. چون که انارهای تاجیکستان خواهیم نخواهیم از نقطه نظر اکولوژی، از نقطه نظر صفات، از نقطه نظر شربتناکی نسبت دیگر منطقه بهتر است، به خاطر آنکه خاک، اقلیم، طبیعت و عنعنه‌های باغپروری در اینجا باز از قدیم بیان بودن و تا امروز دوام دارند و با دستگیری به واسطه وزارت کشاورزی کمیته جمهوری تاجیکستان و سهمگذاری گروه انگور و باغ حالا که مردم به این چیز باز زیادتر جلب شده و در آینده باز برای بلند برداشتن صفت آنها، برای زیاد نمودن حاصلناکی، برای محصولناکی آنها و در آینده بلند برداشتن و افزون نمودن اقتدار صادراتی کشور ما سهمگذار می‌باشیم. معلم جان رحمت، یک دو سوال دیدم از جهت اقتصادی فایده‌ناک است در بازار در پرورشگر برای دهقان. من ساحه باغ پروری از ساحه پخته پروری 10-12 مرتبه ثمره‌ناکی زیاد است. درآمد انار ممکن که 18-20 مرتبه نسبت درآمد زیاد باشد، چون که امروز در بازار نگاه کنید کمش 15-17-18 سومون پیش تا 45-50 سومون تا 60 سومون هم هست یک کیلوی انار. برای من در صادرات هم طلبات زیاد دارد، به خاطر اون که انار یکی از میوه‌های هم غذایی هم شفایی است. به خاطر پیشگیری کردن کسل‌های بسیار مهم امروز پیدا شده، یکی از منبع پیشگیری کنی کسل‌ها است. همین انار از خارج کشور آوردن، از پیرو دیدم، از ازبکستان، از ایران، یعنی که تاجیکستان حال خودش رو تامین کرده نمیتونه چی بالا. تاجیکستان قسمت به خاطر اون که در یک دو سه سال پیش سرما زد درخت‌ها رو، ولی به همون پتانسیل درکاری و نامده است. لیکن خاک، اقلیم، طبیعت، میدان‌های باغ بوده و شرایط تاجیکستان امکان دارد که خودش رو تامین کند و در آینده صادرات کند. یک سوال دیگر، بهتر انار با طرز گور کردن پرورش کنیم خوبتر یا که گور نکردن؟ در شرایط روپوش کردن با واسطه خاک یا که خاص باشه دیگر این البته از کسل خنک‌های ناگهانی حمایت میکنه، خنک‌های سردی زمستان، لیکن وابسته به اقلیم خاک همون جای ما باید در باغ را بنیاد کنیم و این تکنولوژی را استفاده کنیم. اگر که با شکل روپوش کنیم، حالا که از روز شنوندن باید ما اینا اعتبار کنیم، چون که در 45-60 درجه شنونده میشه.
از 45 تا 60 درجه کج شناخته میشد که برای زیر خاک کردن. برای می در قسم شمالی تاجیکستان تا سالهای نزدیک اینو در زیر خاک میکردن، لیکن در سالهای آخر که تغییریابی اقلیم تاثیر کرد و گرمی زمستان ناگهانی کم شد، مردم برای همین ما باید هم این اصول رو استفاده بریم، هم اصول روی زمین رو استفاده بریم. لیکن اگر از گروه هم هیچ اگر ضرر خورده منفعت شد کار است. و منفعت کار است. منفعت کار است. احتیاط نمی‌هید. احتیاط نمی‌خواد. معلم جان با شما تشکر از نام گروه انگور و باغ، دست شما درد نبیند. یک جان تشکر.